نالو نفر که ما زدم نفر رفت که ما شفخانه رو شد انسان دیگه خودم ما هم زد مرا مگه ما زوف نکردم بوده که زدم و زوف کرد این کارش بگیریم گرمیام از بیخ حساب ما تو بجای نیست کار کنم خاصه پر کدام تو نزنم تو هم یک کار میکنه که بکنه خدا از این میشه یک میره موتور بعد پیشم استاد کلاب صحیح است کالا با چکلام قضیه پشت ما شده اوزان بعد پشت ما میگرده مرا باز ما دیگه تو مقصر هستی ما چرا مقصر باشیم تو دستکش از ما کردی خدا کنه هر کاری کنی دیگه مربوط ما نمیشه این با ما چی مربوط میشه لالا با چی مربوط میشه یک دکاندار از فروشنده سر فروخت تک نمیخیدی بعدور سر سودا کرد تو یا من سر از یک داری باز دستان بالا میکنی که دست سر از وار کنی تو چی کار هستی تو کدام بگو یک دقیقه تو مرا تو چی کار هستی تو دست بالا کنی دست سر وار کنی برو ده بهانه یک دقیقه سلام خدمت شما دوست عزیز باز ما سید سلیمان سادات با یک کمره مخفی جدید و متفاوت‌تر نسبت به دیگر کمره مخفی ما در خدمت شما قرار گرفتیم دوستان ما امروز آمدیم سایه خیرخانه این که سوژه با چی است سرکی کمره مخفی داریم شما بیننده برنامه ما باشید دوستا میریم سرکسی که کمره مخفی داریم شما البته ما سوژه‌ای را که ثبت میکنیم به تصویر میکشیم نظر به تقاضای شما دوستا است در کامنت نوشته میکنین میگین سر فلانی کمره مخفی داریم ما نظریات شما را در نظر گرفته کمره مخفی را با شما به تصویر میکشیم دوستا امروز هم یک دوست ما البته که ما همکاری کرده و آدرس همین جایی که ما کمره مخفی میریم برای ما دادن و با همکاری از اونا ما کمره خود داخل دکان ست میکنیم شما تا آخر برنامه بیننده ما باشین میریم داخل امید که مورد پسند شما دوستا قرار بگیره سلام علیکم الله خوب است علیکم سلام و علیکم سلام خوب است من بفرمایید خوب هست ان شاء الله خیر باشین الله بفرمایید باش من اومدم امی چی کار داشتم چند روز پیش ما گرفتم از پیش دی درست چی بالا است شما بالاگی اینی چی کلام جنس ما گرفته بود یعنی چی را گرفته بود این دستکشوار نه یا گرفتم حالی مشکل نداره ما چی کردم بوتا چند است یا با این برتان 18 ست نه 18 ست جدید است و جنس خوب تر داره خوی 18 ست میاد 18 ست داره چند میاد 18 ست افغانی داره افغانی رنگ سیاه هم داره قهوه‌ای هم داره 18 ست گفتی 18 ست بله 18 ست کم نیست یا زیاد است جنس خوب تر از 2 ارزان ترش هم داریم دیگه خیر برتان تخفیف میدیم باز 18 ست 18 ست بیخی صحیح است بالا نرخش بپوشین یک بار در پایتان کنین ببینید چند لامبه رسی سایز داریم 44 سایز هم فکر کنم 44 است 44 18 ست 18 ست بله نه قیمت از با میگم میگم خیر باز داریم سایه ارزان ترش هم هست که قیمتاش هم تر باشه خب سعی کن اونو بوتاکای سرخ بیار تو اون چی است سرخ موسیده این کتی دستکش ها یک چیز است یه رو خودی چند روز پیش از پی گرفتم کدازی خوب است والا امکانی هم میکنم موسی خوبش است با ورزش یا تیره بگیرم ایره خودت دوختی نه یا ایرانی است لالا اینی دوختگی جا نیست؟ یعنی کلشان ساخت کمپانی است از ایران دوخت می داشته باشن کلشان دوخت چلو میجه است ما میگم اینجا موچیگری هم است نه ساخت ایران است خب سعی کنم که سر است موضوع ما حال وقت کنم بگیرم ما امی 4-5 روز یا 6 روز پیش از کشور از پیش گرفتم دی از پیش خودم گرفته بودی از پیش بردار ما چه مقصد خودت بودی به نظرم که کار میگین یک سیاست رو کنم چیز میگیره ما میرم مقصد گرفتم والله خیر مشکل نیست اینه میگه که بعدا نوکرکت گرفت خب این با ما بسیار مصیبت کلان جور کرده والا چی میشه من پیدا کنه اینه میگه که بعدا ما گرفتم از خودت بعدا ما رفتم کلاب خوب گوش که خب نمی کلاب تو بگیری دارستم که سعی که خود ما میشه اینجور اکشن جواب این حالا سعی که شش استپیش کن اینا بستش کن این ایشون بی این حالا بیره من در دست خود کردم خب برنامه دست حالا بیارش شما برای دست کنم این حالا بسته گرد سعی که بیادر خب ما ایره گرفتم ما شوای سه شنبه در کلاب فاید داریم همی شوای جمعه که رفتیم ایره که من گرفتم بیادر که ما یک بچه برابر شد
بازی بچه کمک چی بود؟ اما تو یک رقمک بود دیگه. من نو یاد بوده. نه کار کرده بود. قوی بود خب مقصد خوب بود. بلوس از ایران داری سرخ شد؟ بلوس هم بازاریم سیتکی. او چیار چند گفتی؟ تو از این سیتکی هاشو داریم نو آمده خوب جنس کاسه. پیوستا با تمرینی هم بود. او هم مقبول است که جمپر برزوی دیزاین آلته. دو جنس ها داریم مثلا ورزشی. خب یا چند گفتی؟ ماسیا قیمت 600 میه براتون. خب بازی را بعدا چی کردم؟ خب باز مادم کلاب فایت کردم. یعنی می نفر بعدا یک تا زد دیگه زد برآمد کردم که میزدمش گلاباری تا این پارتی می‌خواد کرد. نه هم خدا. اینال ایره که زدم خب باز پس خیز دوباره باز ما شروع کردیم. استاد هم تا اگه اشپلاق کرد داخل رنگ است این دیگه. بازی که اشپلاق کرد استاد شد پس دوباره حرکت کردیم خود زدنک چسبید. ما ایره که زدم بعدا ای بوکس بی رقم خورد همین گراد دمیریش که خورد دندان های زیر یک دو تاشه پران. اینال دندان های زیر پران بعدا حال استادان دیگه باید چی جور میکنه؟ ای بیادر ایره که ما زدم بازی نفر همونجا زفت کرد. اینال زفت کرد ما ما لگه همون تو که زدمش دمیده تا برد همون تو خوب فرمایید. حالا میفهمی چی شده؟ ما که پیش خود آمده ایم که گپا رو برات میگم دلیل چی است؟ دلیل نیست که تو بیادر دهی زدن که ما رو کردیم یکم مقصر هستی خدا. چطور ما مقصر هستیم؟ بخاطر از این اولا که این دستکشا رو ما گرفتم نیم مثلا قلق هست. خب این دستکش مطابقات نمیباشه پروفشنال است. خب من زدم که دزمی کلگی میگیره از نه اینا تخم علامت نیست مثلا چی جور کرده. اینا اون نفر که ما زدم نفر رفت که ما شب خانه رو شد. انسان دیگه خودم ما یوم زد مرا مگه ما زوف نکردم موقع که زدم زوف کرد. این کاج دیگه دیگه اینا لو آدم بعد زوف کرد حالا شب خانه و خارج شد بعد سر ما ریزه کرد. اینا لو آدم که ریزه کرد بعد مرا میگه که بعد تو مرزدی اوگور کردی بعد یک نیم لگر پا بده. توی ریده باید سر استاد کلاب کنه به خاطر استاد کلاب دیگه باید قدر خودش میفهمه که کدام شاگرد کرده کی برده. نه اینا ما چی ما استاد کلاب مرا گفت دستکشور از کی خریدی؟ ما بعد این دکان شما نام شاید که من وی آی پی. ما گفتم از فروشگاه وی آی پی خریدم. باز مرا گفت برو بعد با خوبی و خوشی بعد با من تو با منظم کداش گپ بزن. او بعد این میگه کوی تا بگی بیا پیش استاد کلاب کنه موجه بعد این مسئله را حل کنه که یک نیم لک گفتوان است 50000 که بعد ما میتونم 50000 دکاندار و 50000 دیگر رو میخوام که اگر پس نامش ما جنس هستیم مثلا این جنس که خریدی دیگه خدا کنه که شهر چی کنی نفر بکشی یا هر کاری کنی دیگه اون مربوط خودت میشه که از این میتونی مثلا ورزش کنی که بدنت سالم باشه و جور باشی دیگه یه خود نظر به کار کرده خودت از لال کدش چی میکنی یک نفر که قلم درس میخونه یک نفر که قلم یکی میزنه میکشه دیگه نه نه بعد چیزی استادم تا جایی که این دیگه گپ مقصر شاید خودتون نباشین مقصر شاید استادتون باشه به خاطر که همین استاد کلاب خودم تمرین میکنم استاد کلاب میبینم مثلا که کی به اندازه کی یاد دارم و همسطش با ما اندازه باز بوکس میندازه یعنی حالا خودت اگه مثلا شاید تو مسابقه‌ای باشی و شاگردی که انداخته اون نوکی باشه او رو کی رقم کار شده خب مسئول استاد کلاب میشه خب اینا سایکل لالا خب ما اینجا کال آمدیم با خاطر که ما زیاد تمرینات دیگه پر ما زیاد ما تقریبا 99 مسابقه را ما بردیم تو ما کدام آدمی چون نیستم که تو چی باشم حالا که آمدیم این مشکلات که رفت دادم یا خودت یک 50% مقصر هستی لالا خب با این مقصر هستی که تو این مرا دادی بنداشای زیرم ندادی باش خب استاد کلاب وقتی که تو همین جریان که امروز ازی فایت کردی نه هم استاد کلاب تو را بنداش محافظ دندان گفته تو بکش ما دقیقه چیزا نیستم ما تو ایداری که میزنم که میزنم بعد از میاکی برات نکاوتش نه خلا حالا بازی را که گپ نمیشه میگه سیستم که از مثلا این بوکس یک قانون داره که باید بنداج باشه محافظ دندان باشه دیگه این چیزا که نباشه کویس طبعا دیگه دستکش قاق میباشه دست خالی کرو داری از میزنی خب اون نوکی باشه خود 100% تا کما روانه میمونه سایکل الله خب اینال دایی باید تو بنداش هم میدادی نه تو ملامت هستی بنداش هم برای میدادی بعد اگر ما فروشنده هستیم مثلا یک نفر پیسه نداره دیگه تنها دستکش کار داره ما تمام دستکش برش میدیم یکی میگه بنداج بده نیکر بده یا بلوز بده او هر وسایلش کار داره خود دیگه مربوط خودت میشه حالا پس میگی خودت که میخرسه که مون نمیگه کمربند کار داری یا نداری میگه نه
خب صحیح دیگه فهمیگه لالا اینا مثلا تو خودت تنها دستکش برای ما گفتی صحیح ما تنها دستکش برای دادیم دیگه اینا هر چیز وسایل جدا جدا می باشه سعی که بچه‌ش خان در واسه زیاد بدت نمیخوره گرمیام از بیخ حساب مومنت تو بجای نیست کار کنم خاصه برای کدام تو نزنم تو هم یک کار میکنه که بکنه خدا از این میشه یک میره موتور بعد پیش استاد کلاب صحیح است کالا بچه کلام قضیه پشت ما شده اوزان بعد پشت ما میگه مرا بازم دیگه تو مقصر هستی ما چرا مقصر باشم تو دستکش از ما خریدی خدا کنه هر کار کنی دیگه مربوط ما نمیشه حالت یا نه دی معلومات نیست نه این خدا با همو کسی که چی کرده اون مربوط استاد کلاب مارینال بعد با ضمانت اعلام کردیم که اگه دی یک سال دیگه نرم هر چی که باشه لالو کار خودت از کار ما نه دستکش از ما خریدی خلاص لالا دیگه وسال باشه خیبر ببین جواب بریم که همونجا بریم یک دو کلمه گفت اعصاب خراب نیست لالا نه اعصاب ما بیخی اعصاب ما خراب نباشه نه اعصاب یون است لالا خب بگید دستکشگاه تو برو بیا باشه فقط برو بخیر بگید یا نه تو نمیدی نه نه حالا من که گفتم کل از بیاد سعی که به خوبی میگم لالا دستکشگاه تو پرت برو اعصابت خراب نیست چی گفته رویستی تو ماچو تو بگی استاد کلاب آشنا کی گپا استاد کلاب مسئول شو که مثلا زدی و افگار کردی و هر کار کردی و مربوط خودت میشه استاد کلاب تان مسئول است چرا مثلا یک کسی که نویاد است رو که خودت نندازه بیاری تام خلاص برو بخیر بگلال سایکل لالا خان ما خو میرم خان تلی مرم شارت نکن تو دیگران زدیم دیگه ناخی یا قضیه دیگه سر رو زدن آسان نیست کدام مشتق زدی کدام نویاد زدی والا 30 ساله پا کلاب ورزشکار زدیم بچه لالا مثلا تو میبین تو رو دیگه دادیم چهار پلاک مفتی اینجا چی نه تو برو کارگت برو بخیر بید لال جم دیگه نه تو برو دیگه یک دقیقه چی گپ برادر او بدر این دیسکاشن رو از یادم گرفتیم دستکش خریده دستکش میگه رفتیم پوشیدیم در کلاب کرده بچه نویاد فاید کردیم دستکش هم بنداش یاد ما چون پوشیده نپوشیده او را میگه او رو زدیم و رفته در حالت کوما میگه اون نفر عریضه کرده میگه باید تو تاوانشه بدی که تو چرا دستکش دادی بنداش ندادی این با ما چی مربوط میشه لالا با چی مربوط میشه یک دکاندار فروشنده سر فروخت تک نمیخیدی بعد سر سودا کرد تو یا من سر از یک داری باز دستان بالا میکنی که دست از این وار کنی تو چی کار هستی تو کدام یک دقیقه تو مرا تو چی کار هستی تو دست بالا کن دست از این وار کنی برو دیگه بهانه یک دقیقه بان تو حوصله کن مشکل چی هست مشکل نمیز برای اونجا کتما دوزه ما بدارم یال بزمونات ما برام مال یک دقیقه میاوزه این بچه را زده یا تو را زدی ما او را زدم گفت فضا ما خوبی میاد خوبی نه مربوط میشه تو کی این را زدی بخیر برو برای بیادر تو طلا یک دقیقه مشکل چی هست مشکل دارم که من مشکل حل کنم اینجا آره کامری مخفی داشته با همکاری هم رفیقتان ما داخل کامره رو جای به جای کرده بودیم حرکت میکنیم نظری سر دوست عزیز کامری مخفی داشتیم سر فروشگاه وی آی پی این بیادر ما مسئولش هست میمانیم دیگه گپا رو خود معرفی میکنیم سلام علیکم خوب هستین سلام برسه به تمام بینندگان دیگه والا چی بگم دیگه به خدای تو ما رو سورپرایز کردین شما اتی اگه بگفتین دیگه والا بازم بسیار زیاد بخشش باشه دیگه خب هر کس باشم تو جدی میشه دیگه بار اول بود یک گپ شده دیگه خودم تعجب کردم که چه رقمی گپ هست دیگه خب بسیار زیاد معذرت میخوایم دوست عزیز ما البته همون بیادر که چون نخواست که تصویر ظاهر شود همینجا خنده شام گرفت چون اموانگی امو کت مکدا و کامرا رو داخل همو رفیقتان جای داخل آوردم یه چیز نگفتم کار کردم خودم تعجب کردم که چه گپ شده از اینکه وقتتون نگرفتیم با صبر و حوصله‌تون آفرینونه تو وقت شده که رقم غلط اومده باشه والا تاگه مثلا بیاد تو بوده والا نه تاگه بخی یک چیز نبود ما تو تعجب کردیم که چه تاگه شده خودم حیران مونده بودم که چه رقم گپ پس دیگه میشه باز وقت مثلا سایزی چیزا خورده کلان میشه یکم جنس خب کیفیت از باز وقت خوب مورای باز وقت خراب تبدیلی و گپا میشه خدا یک گپ تا ولی نشده بخی تا خودم بسیار زیاد معذرت میخوایم بازم بخشش زیاد باشه با کسایی که ورزشکار چین لوازمشون مفروشه دیگه با ورزشکارا اینمی دیگه گفتنی مهم نیست که ورزش خود دائم وقت ادامه بدن ورزش چیزی است که ضامن سلامتی است نه ورزش دیگه یک چیزی است که کسی که ورزشکار صحیح باشه دیگه پشت گپا زدن گپا نمیاد اما فکر فوکس دیگه باشه که رشد کنه و پیشرفت کنه و اینمی فوکس اینمی باشه کسی که ورزش میکنه والا خب
کلگی میفهمه که هم سنش جوان میمانه و هم بسیار خوب است با تمام چیزشان دیگه بازم زیاد بسیار معذرت میخوایم خیر باشید خوش دوست عزیز کمری مخفی بود که بیشتر یادآور شدیم سر فروشگاه وی آی پی چون سوژه ماوی بود مواری کس ورزشکار نباشه که یک روز درست دانه دماغ مرده کرد مایده بکنه چون سوژه بود دوستا سری بیادر ما کمری مخفی داشت در اینجا به پایان رسید تا برنامه بعد که ما خدمت شما قرار میگیریم شما را والله یک تا بسپاریم نگفتن همون دوست عزیز چینل یوتیوب سوژه میدیا را لایک بکنین سابسکرایب و نظراتتان در کامنت با ما شریک بسازید قربانت سلامت بخیر باشه بسیار زیاد بازم بخیر